هتل بزرگ ریتز، اعیانی ترین هتل پاریس، برای محل اقامت ما در نظر گرفته شده بود. اتاق امپریال آن به قصری کوچک شباهت داشت، با بهترین وسایل پذیرایی که از اقصی نقاط اروپا تهیه شده بود و در اختیار من و شازده بود. آقای دکتر عزادانلو هم در سویت مجاور با دخترشان که به تازگی از سوئیس آمده بودند سکونت داشت. دخترشان هم طبیب بودند و در این مدت من از دانش پزشکی آنها و اطلاعاتی که از کشورهای اروپایی احتیاج داشتم بهره مند شدم. روزها از پی هم می‌گذشت و حال شازده حکیم السلطنه روز به روز بهتر می‌شد و پس از 1 ماه سلامتی خود را بازیافته بودند، ولی هنوز پروفسور اجازه مسافرت طولانی نمی‌داد. در آن روز سفر با هواپیمای مسافربری از پاریس تا بعضی از کشورها مثلا ترکیه امکان پذیر بود، ولی به خاطر جنگ کسی جرأت مسافرت با هواپیما را نمی‌کرد، خصوصا در این زمان که تمام فرودگاه‌های پاریس و شهرهای دیگر در دست نظامیان آلمان بود. فلذا میبایست تا بهبودی کامل شازده صبر می‌کردیم تا بتوانیم با اتومبیل مسافرت کنیم. هفته‌ای 2-3 بار به تهران تلگراف می‌زدیم و از حال خود و شازده خانواده را مطلع می‌کردیم. از آن سو هم هر هفته 1 یا 2 بار تلگرام می‌رسید. با محاسبه زمان درمان از سوی پروفسور لوبن میبایست تا هفته دیگر به سوی ایران حرکت می‌کردیم. روزی شازده را ناراحت دیدم. هرچی سوال کردم چیزی نگفت و تفره رفت. فردای آن روز دکتر عزادانلو با لحنی که پیدا بود حالت خاصی در آن است گفت: پروفسور گفته 2 هفته دیگر باید از سفر خودداری کنید، که شازده اصلا متعجب یا ناراحت نشد. این برای من سوال برانگیز شده بود. روزهای بعد شازده مرا در ماندن در فرانسه و ادامه تحصیل تشویق میکرد و میگفت که به راحتی نامت را در سوربن خواهم نوشت و احتیاجی به بازگشتت نیست. من میتوانم امیر تیمورخان و مادرت و فامیل همسرت را قانع کنم. من که از حرفهای ایشان که برایم تازگی داشت نگران میشدم. چرا به فامیل همسرم؟ چرا اسمی از بهار که همسرم میباشد در بین نیست؟ برای اولین بار به دور از چشم شازده و دیگران از طریق پذیرش هتل تلگرافی مستقیم برای دکتر علوی ارسال کردم و در آن خواستم که از حال همه پدر بزرگم، مادرم و همسرم و هر چه زودتر شخصا به من خبر دهد. اما هر چه انتظار کشیدم جوابی دریافت نکردم. 2 روز بعد برای مادرم تلگرافی مشابه زدم و نگرانی خود را گفتم و خواهش کردم خیلی زود جواب ارسال دارم. مادر جواب داد پدر بزرگ و من خوب هستیم. ما هم عقیده داریم که فرمایش شازده بسیار عالی است و بهتر است که برای ادامه تحصیل در پاریس بمانیم. داشتم دیوانه می شدم. با ناراحتی به اتاق شازده رفتم. با دکتر عزادانلو صحبت می کردم که به محض ورود من حرفشان قطع شد. شازده که از حالت صورت من به عمق ناراحتی من پی برده بود گفت: پسرم چرا ناراحتی؟ این تصمیم امیر تیمورخان و مادرت و من است. حال که در پاریس هستین بهتر است در دانشگاه سوربن ثبت نام کنید و ادامه تحصیل دهید و هر زمان که تحصیلت تمام شد با موفقیت به ایران بیایید. این برای آینده‌ات بسیار بهتر است. با حالتی افسرده گفتم: چرا از بهار چیزی نمیگویید؟ خوب میدانید فقط چند ماه است که ازدواج کردم. همسرم چشم به راه است و همین 3 ماه است که اینجا هستیم و برای دوری از او کافی است و بهتر است که برگردیم و اگر بشود هر دو به فرانسه برگردیم، زیرا صلاح نیست من در اینجا تنها باشم و همسرم در ایران. شازده دیگر نتوانست نقش بازی کند. آهی کشید و گفت: پسرم بنشین تا مثل 2 مرد با هم دیگر صحبت کنیم. دلشوره‌ام دوچندان شد. با حالتی نزار گفتم: شما را به خدا بگویید چه شده؟ پدر بزرگم که سالم است، مادرم هم همینطور. از بهار بیخبرم و هیچ کس در صحبتهایش خبری از بهار نمیدهد. شازده که تازه از بستر بیماری سختی برخاسته بود با گردنی کج گفت: بنشین پسر جان، بنشین. زندگی پستی و بلندی های فراوان دارد و مرد باید که سنگ زیرین آسیاب باشد. خسرو جان، اتفاق ناگواری برای همسر عزیزت افتاده.
زمانی که می‌خواسته از عرض خیابان رد بشود، درشکه‌ای که اسبش دیوانه شده بود با او برخورد می‌کند که به شدت آسیب می‌بیند و 2 روز پس از تصادف در بیمارستان فوت می‌کند و حرفهای بعدی شازده را نمی‌شنیدم. سرم گیج رفت و به زمین افتادم و پیشانیم به لبه میز وسط برخورد کرد و خون تمام صورتم را پوشاند. نمیدانم چقدر بیهوش بودم که با سوزش و درد شدیدی در پیشانیم چشمهایم را باز کردم و اطراف نگریستم. محلی مثل بیمارستان بود و پرستاری روبرویم نشسته بود. سردرد شدید به همراه سرگیجه داشتم. از پرستار پرسیدم اینجا کجاست؟ گفت طبقه همکف هتل است و این اتاق کمک‌های پزشکی هتل است. ساعت را پرسیدم و او گفت تا نیمه شب چند دقیقه باقی است. همراهانت در لابی هتل نشستند و نگران وضعیت تو هستند. سرم باند پیچی شده بود. پرستار گفت زخم پیشانیت را بخیه زدیم و از خونریزی جلوگیری شده، ولی خون خوش شده در اطراف راست سر و گوش و گردنم باقی بود. شازده و دکتر عزدانلو داخل شدند و به طرف من آمدند. شازده گفت پسرم تو که مرا کشتی، اگر طوری بشوی جواب مادرت و امیر تیمورخان را چه بدهم؟ حالت چطور است؟ خواستم بگویم خوبم، اما کم کم واقعیت‌های تلخ به یادم آمد. مرگ بهار آیا قبول کردنی است؟ باورش از قدرت من خارج است. یاد چشم‌های نگرانش در روزهای آخر و لحظه ودا افتادم. خدایا من با بهار و خودم چه کردم؟ او میگفت نرو. او گفته بود که دلشوره دارم و این سفر طولانی می شود و بدون تو زندگی برایم بی مفهوم است. آیا او از این فاجعه با خبر بود؟ چگونه دلم راضی شد که او را در این احوال تنها بگذارم؟ این چه سفری بود که تاوانش آتش گرفتن زندگیم شد؟ او حالا کجاست؟ بدن زیبایش را در گوری سرد گذاشتند. او که تمام نور بود حالا با تاریکی گورش چه کار می کند؟ مگر ما عهد نبسته بودیم تا آخرین نفس در کنار یکدیگر زندگی کنیم؟ چه نقشه هایی برای آینده با او داشتم. تصورش هم غیر ممکن است که دیگر او نباشد. تمام وجودم او را طلب می کند. روح و جسمم او را می خواند. در این غربت که فاصله اش با او تا تمام تاریخ است چه کنم؟ کاش مادرم بود و می گفت همه اینها دروغ است، برای امتحان توست تا ببینند در عشق به چند اندازه پای مردی. در ذهنم با مادرم مجادله می کرد که مادر جان مرا با مرگ عشق بهار امتحان نکن. طاقتش سخت است. پدر بزرگ را می دیدم که دست بر سرم می کشید و تسلیم می داد و می گفت پسرم باید بزرگ شوی. داغ عزیز آهن وجودت را می گدازد و فولادش می کند. می گفتم پدر جان هر داغی داغ عشق نمی شود. مرگ بهار مرگ زندگی است. گویا در جمعی سخنرانی می کردم و بلند بلند می گفتم که دیگر زندگیم بهاری نخواهد داشت. بهار زندگیم رفت و خزانش باقی است و تا لحظه مرگ در خزان زندگی خواهم کرد. گاه می اندیشیدم اصلا چرا زندگی کنم؟ مگر می شود بدون بهار نفس کشید؟ چه دلخوشی در پاییز است که بتواند آرامم کند. کاش سببی می شد تا به دیار دوست می رسیدم و این هزاران فرسنگ راه بی پایان در چشم به هم زدنی پایان می گرفت و پیشانی زخمیم را بر روی خاک هایی که بدن نازنینم را در برگرفتن می گذاشتم و از اون معذرت می خواستم. خاکش را به سر می ریختم و سینه عریان می کردم. دیگر از من نخواهید که بخندم. دیگر شادی با من نخواهد بود. روشنایی زندگیم حالا در گوری تاریک آرمیده است و از حالا فقط طالب تاریکیم. راه برگشت زودتر طی شد و کمتر از 2 هفته به تهران رسیدیم. در این مدت بهت غالب قدرت سخن را از من گرفته بود. شازده و دیگران هر چه می گفتند با نگاهی کم فرو فقط نگاهشان می کردند.
متوجه حالت خود نبودم. در طول راه یا خواب بودم یا آرزوی خواب می‌کردم. لب به غذا نمی‌زدم و این ناخواسته بود. دکتر عزادنلو توصیه‌های فراوانی برای سلامتیم می‌کرد که برایم مفهوم نبود. بیچاره شازده که خود را مسئول می‌دانست، مثل پدری که باید جواب مادر و دیگران را در قبال بیماری فرزندش که خودش باعثش شده بود بدهد، دست و پایش را گم کرده بود. دیوارهای دروازه غربی تهران آشکار شد. باز خیابان‌های شلوغ و باز جاده بلند تهران تا شمیران. به الهیه رسیدیم. جلوی در ورودی همه جمع شده بودند. همه سیاه‌پوش بودند. مادرم و مادر بهار به طرف اتومبیل آمدند و در را باز کردند و مرا در آغوش گرفتند. می‌دانستند که از زمان شنیدن خبر به بهتی کشنده فرو رفتم و تا به امروز نه کلام می‌گفتم و نه اشکی ریختم. بغضی عظیم راه گلویم را بسته بود. در این چند روز ریشم را اصلاح نکرده بودم و سرم را شانه نزده بودم. به دیوانه‌ای می‌ماندم که گوشگیر و بیازار است. نمی‌دانم چه مدت این بهت و گیجی طول کشید. همینقدر می‌دانم که اطباء مختلفی را برای خارج کردن من از این حالت آورده بودند. مرگ بهار برایشان کم رنگ شده بود، زیرا می‌دیدند من چون شمع جلوی چشمانشان آب می‌شوم. بعدها مادرم تعریف می‌کرد که نه غذا و نه آب می‌خوردی، از تو پوستی بر استخوانی مانده بود. آقای دکتر علوی هر روز با همسرشان می‌آمدند و چیزهایی می‌گفتند که برایم نامفهوم بود. خود را مسئول مرگ بهار و نابودی 2 زندگی می‌دانستند و این بهت کشنده را که داشت نابودم می‌کرد با جان و دل می‌پذیرفتم، زیرا با آن مجازات به بهار می‌رسیدم. راستش این زمان برای من زمان بیخبری نبود. من در عالمی زندگی می‌کردم که بهار هر لحظه‌اش با من بود. هنوز به یاد می‌آورم که در خاطرهای آن روزها همیشه لباسش سفید بود، گلهای سفید به موهایش می‌بست، برایم شعر می‌خواند و سرمستی می‌کرد. حس می‌کردم به هیچ چیز جز همین رویا محتاج نیستم. آخر چرا باید هوشیار شوم؟ من که معشوق در کنارم است. بهار من برایم ترانه‌های عاشقانه می‌خواند، اما کم کم صورتش محو می‌شد، دورتر می‌شد و دور می‌شد، تا اینکه دیگر او را نمی‌دیدم. نیمه شبی با فریادی از خواب و بیهوشی بیرون آمدم و زار گریستم بر دنیایی که در آن بهار نیست. من که به همین رویاها خوش بودم، چرا دوباره به این عالم تاریک برگشتم و میگریستم بر حال خودم که عشقی پاک و صمیمی را این سفر لعنتی از من گرفته بود. دیگر فرانسه نخواهم رفت. از هرچه فرانسوی و دوستدار فرانسه است بیزارم و تا امروز که 10 بار به سبب اجبار شغلی مجبور به مسافرت فرانسه شدم، حتی 1 بار نرفتم و خود را از این سفرها منع می‌کردم، حتی به قیمت ضرر و زیان‌های هنگفت. تازه به هوش آمده بودم. مادرم میگفت که اطباء گفته بودند او باید گریه کند. هر زمان که گریه کرد بهبودیش قطعی است، وگرنه به سوی دیوانگی خواهد رفت. مرا به مزار بهار بردند. سنگی سفید با گلی برجسته بر روی آن و جمله کوتاه: اینجا بهار زندگی من آرمیده است. چه به جا نوشته بودند. بهار زندگیم اینجا آرمیده است. پس دیگر بهاری در زندگیم نیست که بخواهم امید به تابستان و پاییز و زمستانش داشته باشم. آینده برایم فقط پاییز و زمستان خواهد بود. برای همین هم هست که اغلب احساس سرما می کنم. مزارش را بوسیدم. اشکهایم را نثار سنگ سفیدی کردم که بهارم را با لباس سفید و گلهای سفید کنار موهایش از نظرم پوشانده بود. زانوانم نای برخاستن از مزار او را نداشت. باورش جانکاه بود. در زمان بیخبری گاه بعضی از حرفایی را که در کنارم میزدن میشنیدم که ای کاش نمیشنیدم. 1 بار دکتر علوی به مادر گفت که روزی که او را پس از تصادف به بیمارستان رساندیم، دکتر معالج فهمیده بود بهار 3 ماه باردار است. این هم صفحه دیگری از غم و عزا را بر خانه ما مستولی کرد و من آن روز از هر دوی آنها که در آغوش
نور سرد آرمیده بودند عذرخواهی کردم، عذری که جبرانش مقدور نبود و نشد. سالها میگذرد و من هنوز خود را مسئول مرگ هر دوی آنها میدانم و خود را نبخشیدم. صبح 11 شهریور 1324 شمسی بود، 2 سپتامبر 1945، که از رادیوی اتاق کارم خبر خاتمه جنگ را شنیدم. آلمان تسلیم شده و نیروهای متفقین برلین را فتح کرده بودند. هیتلر نیز خودکشی کرده بود. 6 سال جنگ خانمانسوز توان زندگی را نه تنها از اروپاییان که از همه آحاد مردم کره خاکی گرفته بود. ژاپن هم که دایه آقایی بر شرق آسیا را داشت، با حمله اتمی آمریکا تسلیم شد. بیش از 80 میلیون انسان جان خود را فقط به خاطر فرمایشات ذهن علیل از دست دادند. ایران اعلام بی‌طرفی کامل را به طرفین جنگ داده بود، اما متفقین به این بی‌طرفی وقعی ننهادند و تهران و جنوب و مناطق شمال و غرب کشور را به اشغال درآورده و حالت نجنگ و نصر را بر ما دیکته کردند. مایحتاج مردم توسط نیروهای اشغالگر به غارت میرفت و قحطی در بیشتر بلاد ایران فاجعه آفریده بود. زورمدارانی که زمان را موافق شورش بر علیه قدرت مرکزی مغتنم دیده بودند، عرصه را بر حکومت تنگ کرده بودند. فرمانروای جوان و ناپخته با مشکلات فراوان روبرو شده بود که هر کدام برای سقوط دولتی کافی بود. سال 1324 دوره‌ای متفاوت با تمام سالهای دیگر بود. هرج و مرج در تمام شؤون مملکتی غوغا می‌کرد. آذربایجان، این مهد آریایی‌های راستین، به دست فرقه دموکرات به سرکردگی پیشوری داعی جدایی و الحاق به خرس پیر شمالی روسیه را داشت. وقایع مشابهی در کردستان، خوزستان، کرمان، فارس و گیلان در شرف وقوع بود. هر خان و قدرت محلی با اجیر کردن چند تفنگچی سر از طاعت حکومت مرکزی برمیتافت و به سوی قدرت بزرگتری همچون روسیه و انگلیس متمایل میشد. در این دوره کوتاه چند ساله من به مناصب بالایی رسیده بودم که همگان از توانایی ذاتیم میدانستند و مرا میستودند، اما خودم میدانستم که قدرت دستان کس دیگری این پیروزی ها را برایم آسان میکرد و این حامی کسی نبود جز دستان پرقدرت شازده حکیم السلطنه. ماه‌ها از پی هم می‌گذشت و من که به یک آدم بی‌روح و بی‌قلب تبدیل شده بودم، نه خنده‌ای چین‌های صورت یخزده‌ام را باز می‌کرد و نه روزنه‌ای از امید و شادی به رویم گشیده می‌گشت. در این قسمت از وزارت امور خارجه که مستقیما با سفارتخانه‌ها در ارتباط بود، به مجسمه مترسک و چند لقب دیگر مشهور شده بودم. جوانی به سن و سال من با این دفتر و میز و منشی اسباب حسادت بسیاری شده بود. مأموریت‌های خارج از کشور را می‌پذیرفتم، ولی تا چند روز قبل از حرکت امریه مبنی بر لغو آن دریافت می‌کردم. پس از چند بار متوجه شدم عامل لغو این مأموریت‌ها شازده میباشد که به خواهش مادرم دستورش را به وزارتخانه ابلاغ کند. البته این امور برایم علصبیه بود، چون دیگر نه خوشحالی از موفقیتی می شدم و نه شکستی در امور اداری و اجتماعی ناراحتم می کرد. اما یک بار قبل از اینکه دستوری از شاهزاده مبنی بر لغو مأموریتی بیاید که دلیلش مسافرت شازده به اصفهان بود، من به مأموریت غریب الوقوعی رفتم و مادر که در مقابل عمل انجام شده‌ای قرار گرفته بود با دلی ناخرسند بدرقم کرد. مأموریت با هواپیما بود و نقطه مورد نظر آنکارا. مدت 2 هفته‌ای با یک گروه 4 نفری با آنکارا رفتیم که در عین ناباوری بسیاری از رقیبان اداری از آن مأموریت مهم به خوبی برآمد. در راه بازگشت به سبب ناامنی فضای مرز ترکیه مجبور شدیم با اتومبیل به سوی میهن برگردیم. 2 روز تا مرز ترکیه طول کشید. به محض اینکه از مرز ترکیه گذشتیم و وارد خاک ایران شدیم، جاده ها را ناامن یافتیم.
ساعتی به ظهر مانده به شهر ماکو رسیدیم. از همراهان خواستم قدری استراحت کنیم. مدتی بود که غذای ایرانی نخورده بودیم و به خواهش من به تنها کافه شهر رفتیم. در خیابانی مشجر به رستوران محلی زیبایی رسیدیم و روی تخت‌هایی که جوی پرآبی از زیر آنها می‌گذشت نشستیم و سفارش غذا دادیم. کباب بسیار لذیذی آماده کردند و ما مشغول خوردن بودیم که ناگهان دستی به شانه‌ام خورد. روی برگرداندم و در میان ناباوری خان ماکو را دیدم، با همان ابهت و وقاری که 2-3 سال قبل در خانه اربابیش با شازده میهمان بودیم. تنها تفاوتی که دیدم نبودن حمایل فشنگ و تپانچه‌های چپ و راست بدنش بود. به احترامش بلند شدم و او را در بر گرفتم و او پیشانی و روی مرا بوسید. همکارانم که من مسئول آنها بودم ایستاده بودند و با افتخار مرا نگاه می‌کردند. خانه ماکو در آن روز معرف حضور تقریباً همه کارمندان وزارت امور خارجه بود، زیرا سفر مسئولین عالی رتبه با اتومبیل به ترکیه و اروپا از ماکو می‌گذشت. آوازه قهرمانی‌ها و شکوه رفتار خان ماکو در مهمان نوازی‌هایش در آن زمان نقل مجلس درباریان و امرا بود. با همه وقار همیشگیش گفت: خسرو خان، شما کجا؟ اینجا کجا؟ کی تشریف فرما شدی و ما بیخبر ماندیم؟ چرا اینجا را برای خوردن غذا انتخاب کردید؟ منزل دوستان را لایق ندانستید؟ من که از این همه بزرگواری و مرام شرمنده شده بودم، مابقی مأموریتمان و اجبارمان را از سفر با اتومبیل از ترکیه به ایران به سبب ناامنی حریم هوایی شرح دادم و ایشان را قانع کردم. ایشان با لبخندی پدرانه حرفهایم را تصدیق کرد و گفت: بسیار خوب، هرچند کباب‌های این شهر مشهور است، ولی پس از صرف غذا و تفرج در شهر امشب منتظر شما در عمارت هستم. مجال فکر کردن و حتی جواب را به من نداد و باز پیشانیم را بوسید و رفت. پس از صرف غذا و کمی استراحت گردشی در شهر کردیم و در نزدیکی‌های غروب به سمت عمارت خان ماکو حرکت کردیم. باغ عمارت دیوار نداشت و با درختان سر به فلک کشیده حد و مرزش معلوم می‌شد. نزدیکی‌های باغ چند سوار به استقبال ما آمدند و ما را به سوی خیابان‌های عمارت کاخ اسکورت کردند. این بار عمارت را در روشنایی روز می‌دیدم. دست کمی از عمارت شازده در دزاشیب نداشت. از نظر مصالح به کار رفته در ساختمان شاید بهتر، ولی قدری بنایش از لحاظ معماری زمختر جلوه می‌کرد. در پنجره‌های بسیار زیبا با کنده‌کاری‌های بسیار ظریف بر روی چوب‌های گردو و بلود که در حد خود بی‌نظیر بودند، شیشه‌های کوچک گرد، لوزی و مربع شکل در درها و پنجره‌هایی که از رنگ‌های زنده تشکیل یافته بود نظر هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کرد. خان ماکو در بالای پله‌های عمارت منتظر ما بود و با رسیدن اتومبیل‌ها ایشان از پله‌ها پایین آمدند و باز مرا در آغوش گرفتند و با بقیه دوستانم نیز دست دادند و همه را به تالار عمارت دعوت کردند. کاملا به آن ساختمان آشنا بودم و می‌دانستم اتاق‌ها و سایر قسمت‌ها به چه شکلی قرار دارند. خان پرسید: حال شازده حکیم السلطنه چطور است؟ شنیدم که عمل جراحی موفقیت آمیزی داشتند. سوالی که برای من پیش آمد این بود که چرا در راه برگشت اینجا توقف نکردید و سریعاً به طرف تهران رفتید؟ مگر از ما کوتاهی دیده بودید که این گونه بیخبر از کنار ما رد شدند و توقفی هرچند کوتاه نکردند؟ این سوال مرا به جهنم آن روزها و حال خراب خودم سوق داد. با اینکه از یادآوری‌اش زجر می‌کشیدم، ناچارا اشاره کوچکی به آن کردم و علت اصلیم را در امور مهمی که شازده میبایست در آن عصر و زمان انجام میدادند بیان کردم. اما خان ماکو هر کسی نبود که بشود از جواب واقعی به ایشان فرار کرد. او از همه وقایع کاملا باخبر بود و گفت: خسرو خان، راستی از ضایعه‌ای که برای همسر عزیزت اتفاق افتاد متاسفم و میخواستم بدانی که میدانم چقدر سخت است، زیرا من هم داستان مشابهی چون شما داشتم.
از اینکه ایشان همه چیز را می‌دانستند و من اشاره کوچکی فقط کرده بودم شرمنده شدم. لذا گفتم: جناب خان، یادآوریش برایم عذاب‌آور است و مدت مدیدی است که پس از مرارت‌های فراوان سعی می‌کنم آن فاجعه را به خاطر نیاورم. از اینکه نتوانستم جزئیات موضوع را به عرض برسانم شرمنده‌ام. خان با حالتی پدرانه چشمهایش را به نشانه تصدیقی محبت آمیز برهم زدند و گفتند: میدانم و بهتر است به موضوعات دیگری که مایه انبساط خاطر شود بپردازیم. و به سوالاتی از قبیل چرا آقای حکیمی نخست وزیر جایش را به آقای محسن صدر دادند و یا اینکه فکر می‌کند همین روزها باید احمد قوام بیاید و یا اینکه پیشوری می‌خواهد جمهوری آذربایجان ایجاد کند و موضوعات سیاسی از این قبیل که دقیقاً در راستای شغل اداری من ولی در جهت عکس عقایدم بود به صحبت پرداختند. شب به نهایت رسید و اتاقهای ما مشخص شد و به استراحت پرداختیم. با اینکه خسته بودم ولی خوابم نمی آمد. اصلا هوای بهشت گونه ماکو خاصه در این فصل انسان را وسوسه می‌کرد که در زیر نور ماه بنشیند و به خاطرات خوش فکر کند. اما قسمت آخر این موضوع اصلا با افکار آن زمان من سازگار نداشت، زیرا با وجود داغی که در نوجوانی بر دلم زده شده بود تمام خاطرات شیرین حتی کودکیم سوخته بود. با این حال در تراس کوچک جلوی اتاقم در حالی که پتویی دور خود پیچیده بودم به کوهی که چون هیولایی سیاه اطراف ماهکو را محصور کرده بود، به درختان باغ که همگی سیاه به نظر می رسیدند و فقط لامپ‌هایی که محوطه را روشن می کردند و به آسمان پرستاره‌ای که ماه آسمان را که امشب هلالی بود در بر گرفته بودند، به استخر بزرگ جلوی عمارت که مرغابی‌ها و چند قو روی آن شنا می کردند و با ماهی‌های بزرگ قرمز و سیاه که به مهمانی آب‌های زلال می رفتند نگاه می کردم. تراسی که من در آن نشسته بودم به همه اتاق‌ها و تراس‌های پایین و کناری مسلط بود. ناگهان چشمم به پنجره اتاق آن سوی عمارت در طبقه بالا افتاد. پیکر زنی نمودار بود که کاملا معلوم بود مرا نگاه می‌کند. قدری دقت کردم تا در این فضای نیمه تاریک و نیمه روشن صاحب آن پیکر را بهتر تشخیص دهم. آه از نهادم برآمد. او آیگل بود. 2-3 سال از آن موقع که او را ملاقات کرده بودم و او از من خواسته بود به پیشنهادش فکر کنم می‌گذشت. پیشنهادی که با داشتن عشق عظیمی چون بهار صوتی بود که ناشنیده می‌ماند. اما او بود که حالا از پنجره‌ای در فاصله حداقل 50 متری مرا می‌نگریست. آیا مشکلش حل شده بود؟ آیا ازدواج کرده بود؟ آخر او دختری نبود که با دیدنش قلب و زانویی برایش نلرزد. چه خوب میشد جواب این سوالها را میدانستم. مدتها بود که این امور و دانستنش برایم مضحک بود، اما آن شب این پرده سیاه بدبینی قدری عقب رفته بود. در این افکار بودم که به اتاق برگشتم و به خواب سنگینی فرو رفتم. صبح خروسخوان از در زدن کسی از خواب پریدم. لباس کمی پوشیدم و در را گشودم. روبرویم آیگل ایستاده بود و به من می‌نگریست. با دیدن او در این ساعت و در این مکان هول شدم و گفتم: چگونه آمدید؟ در اتاقهای کناری دوستان من خوابیدند. امکان دارد خان و یا سایر عمارتی ها بیدار شوند و شما را در اینجا ببینند. بدون اینکه از من بپرسد وارد اتاق شد و در را بست. بی‌پروا دستهایم را گرفت و گفت: حالا با خیال راحت تر با شما صحبت می کنم، چون می دانم در قید زوجیتی کسی نیستید. هرچند می دانم که عاشق همسر مرحومتان بودید، ولی چه می شود کرد؟ این گردش روزگار قدار است. گفتم: خواهش می کنم از این موضوع اصلا جمله‌ای بر زبان نیاورید. اگر فرمایشی دارید که اینقدر مهم است که در این زمان و مکان نامناسب می خواهید بفرمایید، من آماده شنیدنش هستم. ولی خواهش می کنم هر چه زودتر به اتاقتان برگردید و مرا پیش خان بی آبرو نکنید. هنوز دستهایم در دستهایش بود. روبرویم ایستاده بود و چشم در چشمم دوخته بود. با لرزشی در صدایش گفت: بار قبل
گفتم که اینجا قفس طلایی برای من است. آدار و رسوم این قصر همانند کاخهای سلاطین 100 سال پیش به قدری سخت است که ناچارن باید میله های این قفس را بشکنم و به سوی تهران پر بکشم. می توانی در این پرواز پر پروازم باشی؟